آیتی هستم و خیلی خوش اومدید جدید. چه خبرات، چی کارا میکنید بچه ها؟ امروز اومدیم بریم توی رومی، میخوایم اسنایپ بزنیم. اتچمنتش هم میخوام نشونتون بدم، اگه خواستید بذارید. بچه ها هیت فایرش وان شات خیلی خوبه، یعنی بیش از حد عالیه. بریم وارد یه رومی بشیم ببینیم چی میشه. طوفان، بریم. کیکمون نکنه صلوات، کیکمون نکنه. 350. بریم ببینیم چیکار میکنیم. بچه ها هیپ فایر غدا میزنه، غدا خیلی خوب میزنه. بچه ها من زیاد صحبت نمی کنم، تمرکزم میخوام رو ویدیو بذارم و ساب یادتون نره. بعد کامنت انگلیسی بذارید، لایک هم فراموش نشه. بریم این ویدیو با هم ببینیم. لیتس گو. بچه هیپ فایرش عالی میزنه. بیست هم خشاب داره، میتونید رو اسکوپ هم بزنید، فرقی نداره. هدشات مولایی میزنه ها. بچه جدیدن سرورها خراب شده، واسه من بعضی موقع مثلا میرم تو آلکاتراس جایی پینگو میره بالا، مثلا میره رو 100 200، خیلی مثلا رو مخه. منم کی قرار درست بشه. بعضی موقع هم میرم مثلا تو همین رومی مثلا اینجوری بازی میکنم، اینجوری میشه، خیلی بده اینجوری بشه. من دیگه صحبت نمی کنم، وقتتونم نمیگیرم. بریم این ویدیو با هم ببینیم. لیتس گو. این شروع بشه. آره گفتم دیگه این ویدیو خوبه، رفتیم که ببینیم. اگه اتچمنتشو میخواید حتما تو کامنت برام بنویسید، میخوام ویدیوشو بهتون آپلود کنم. کجای اولین کی رو با نیت میزنیم؟ یه نیتمون نشه خدایی، فکر کنم نه اون نیت نداد. یه نیتمون نشه. نخورد. بیا نخورد. آخه چرا نخورد خدا؟ چرا؟ الان به حسابش میرسم. وایسید. یارم هم زد. یعنی چه گانی میزنه؟ اون اسنایپه. برم پارش کنم. یه نیت بندازیم، یه نیتمون نشه. و دیدیم از این وسط. بچه ها دیدید؟ خیلی خوبه اسنایپش. حتما اگه میخواید تو کامنت برام بنویسید. هدشاتت مولایی میزنه. من دیگه صحبت نمی کنم. تو این ویدیو هم ببینید، امیدوارم لذت ببرید. اوف بچه ها 20 هم تیر داره. بچه ها رو هدش بودا، نخورد. نه یه نیدمون نشه. چه خوب زدیم. اینجا نیست. وای نخورد. چجوری میزنه؟ الان به حسابش میرسم. وایسا. اوکی. خورده. دمیج شد. چه زندگیه. یه نیدمون نشه. نه نشد. ایش کردید بچه ها. اتچمنتش خیلی خوبه. بریم اینجاست. دمیج میشه. وای. بیا
نمیخوره. جدیدنم هرچی میزنم اصلا میرم تو رومی چیزی فقط چیز میشه، دمیج میشه، نمیدونم چرا. ببینیم میتونیم یه فینیشر بگیریم. بزن. وای تیرمون 2 تا مونده. تموم شد. ببینید بچه‌ها، خب پیداش کردم. وای بفرما ایش کردید. اصلا اتیچمنت گنگ 100 بالا عضله ادب سیه. وای یه خط ریز، اینو میزنیم دمیج میشه. تمام کیف میکنی. اصلا اتیچمنت 100 بالا خفن. بیا بقول بیا اش میکنید خدا وکیلی سطحش بالا سا. اسکوپمونو نخور. یه نید بندازیم، یه نیدمون نشه. فکر کنم نمیشه. نشد. چجوری میزنم دیگله. یه بار دیگه میخوام بزنم امتحان کنم. اوف چه نیدی انداختم خدا. بیا اصلا فشاری به این میگم. تو چرا آتیشی میکشی؟ فشار بخور. فشار آتیشی میکشه. بیا اصلا منم میخواستم بکشم ولی جرزنی میشه. اونجوری هم خوب نیست. دوست ندارم مثلا بیام بزنم. آها تموم شد. بیا این چه فشاری بازی در میاری. البته بچه بگم اینم 2 به تکه ولی خب دیگه نباید اینجوری. اوف نیدو نگاه، نباید اینجوری فشاری بازی در بیاره. فشاری بدبخت. دید بچه ها تیرا ریجستر نمیشه جدیدن. اصلا در مورد این سی پی چی شده؟ میگه مثلا سی پی بزنی منفی میشه. قضیه اینو اگه کامنتا بگید. ولی فکر نکنم واسه چند نفر از یوتیوبران چیز شده، این اتفاق افتاده ولی دیگه منفی میشه رو دیگه من نمیدونم شاید میشه یا نه. خودم میزنم آسیبی ولی واسه من جدیدن کم نشده. نمیدونم اگه بس بقیه یاد کم میشه ولی واسه من کم نشده. سرتون درد نمیارم دیگه، هم حرف نمیزنم. این روم رو بریم با هم ببینیم. اوف چی زدم بچه ها. یه نیدمون نشه. یه نید بندازیم اینو میخوره چون نیدم بخوره. امان از لگ، امان از اوف 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 اوف. عشق کنید بچه ها. خدا کجاست؟ اوه بچه ها یارم لفت داد. تک به تک شدیم. 14-24 عقبم. اوف چیزه با شاتگان اومده. این چه فشاریه با شاتگان اومده.
فشاریه چقدر این. تیرم تمام شد. وای 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 وای. میگن هرچه کنی سرت میاد. قاطی اینه. چرا دویل اسنایپر چرا شاتگان میکشید؟ با اینکه شاتگان کشید زدمش. اوف چه شاتی زدم. خدا بود خدا. بیا با نایف میزنه. منم گفتم این دیگه داره جرزنی میکنه چرا من نکنم. نشد. اینجا هم زد با شاتگان اومد. گفتم وایسا الان میام به خدمتت میرسم. منم شاتگان کشیدم. گفتم چرا این میکشی من نکشم. اومدم اینجا یه دونه زدم خورد بهش. عشق کردم. و گفتم یه دونه نید بزنم. اومدم یه نید زدم نخورد. بیا چجوری تیرم روش ریجستر نمیشه. وای 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 وای. بد زدم خوردم. بچه نبازم. البته ببازم نامرد باختم چون گاناتیشی میکشه و همه چی میکشه. با نامردی میزنه. ببازم موردی نیست چون با نامردی اگه نامردی نبود میبردمش. بیا گاناتیشی هم کشید باز زدمش. گفتم وایسا رو من جرزنی میکنی. من خودم خط به جرزنی هم. اینجا زدمش نخورد. یه دونه زدم اون شات شد. بعد دیدم تموم شد. 21 باختم اونم با جرزنی. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. دمتون گرم. فعلا پیکس. خدافظ.